هر چقدر باشه این نه که 5 میلیون میکشم یا 10 میلیون میکشم 100 روپیه به صدق دل. باید ذکر وکنه پلنه وکل منځونه دسونه ښه زیات وکړو. او بل څه به وکړو؟ بس خو چې تهجد لمانځونه نور ډېر خیراتونه ثوابونه همدا رقم کنه. بالکل. خود نام داره یا دو دانش کسر که ایست گونش که سوریست یا دو دانش مرش داره او نداره مرش او به مرش هست. ام یگانه فرق امیر بر ما بود که فرق بین اوری و ترشی چی است؟ اوری که است باز مرش نداره. اوری یک رقم اون از اون چیز است باش که نشانت بدم. این چیزکای سفید رو می‌بینید؟ میخوام تو بلندش که کم نبینیش. این چیزکای سفید که است. جانا. باز نه سرکه داره نه مرش داره. مساله ها خو همیش فروشات داره. خو وقت که بود از پاکستان هم میامد از هند هم میامد. حال فعلا که از کلش وطنی است دیگه کلش وطنی است. باز این مساله که از میار رقم تهیه جور میشه برای قورمه و شوربه هم جور میشه برای سوپ هم جور میشه میاد رقم بگی ساخته میشه ازش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود و سلام و خسته نباشین خدمت شما بیننده های ارجمند، علاقمندان و دوستان خوب شبکه همه میدیا. روزهای ماه پرفضیلت ماه مبارک رمضان، هر کدامی ما شما که روزه میگیریم دوستای عزیز، خداوند به درگاه حق خود قبول و مقبول عنایت بفرماید و ما هم فرارسیدن ماه مبارک رمضان از صمیم قلب بر تک تک مسلمانایی که در کره خاکی هستند تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. واقعا ماه مبارک رمضان ماه پرفضیلت، ماه پربرکت، ماه خیر و ماه ایثار است. دوستای عزیز، در این ما بیشتر کارهایی را که باید انجام بدیم از های برنامه و ما هم برنامه خود اختصاص دادیم روی همین موضوع، چی کارهایی را انجام بدیم و چی باید کنیم در این ماه مبارک رمضان که باعث قبولی طاعات و عبادات ما قرار بگیره. این از وطندارای عزیز ما پرسان میکنیم. خب ما هم دید یک موقعیت قرار گرفتیم دوستای عزیز که همین پل که مشهور است به پل تیمورشاهی دوستای عزیز، پل لرزالک هم میگن. برحال امید است که تا پایان برنامه با ما همراه باشین و میریم یکان مصاحبه‌ای از وطندارای عزیز خودم می داشته باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلام. صحتمند هستین؟ قربان سلامت باشید. روزه مبارک باشه. سلامت برای خودتان همچنان مبارک باشه. دو سلامت باشید. ماشاءالله تو چیزی که ضرور است به ماه مبارک رمضان هم ترشی هم چتنی هم مربا را آوردی دیگه. مربا ترشی هر چیز در خدمتتان است. والا کمک معلومات بده یا وطنی است یا کلش وطنی است. از چیز خودتان جور کردین؟ خود ما جور نکردیم، خب مقصد هم دا خریدیم. حالا خدا خدا شرکت ها هم زیاد شده نه؟ شرکت ها خب بسیار زیاد شده بود. خب باز یا مرتبانکی بیشتر فروشاتشان می باشه که یا کیلوگکی است. کیلوگکی سیرکی هم درسته. چند نوع ترشی آوردی خودت یک کمک معلومات بده؟ 3 نوع ترشی داریم، یک 4 نوع هم چکنی داریم. همیالا چی میگن زبان یک کمک آوزار. ماشاءالله. یا بازار کدامش از خود نام داره نه؟ از خود نام داره یا دو دانش کسر که ایست گونش که سوریست یا دو دانش مرش داره او نداره مرش او به مرش هست. ام یگانه فرق امیر بر ما بود که فرق بین اوری و ترشی چی است؟ اوری که است باز مرش نداره. اوری یک رقم اون از اون چیز است باش که نشانت بدم. این چیزکای سفید رو می‌بینید؟ میخوام تو بلندش که کم نبینیش. این چیزکای سفید که است. جانا. باز نه سرکه داره نه مرش داره. خب این هم تو اوری خالص است. مطلق قبلی خالص. باز این توش که است مرچ هم داره سرکه هم داره. خب بسیار خوب. باز اینی که است این مرچ خالص است. باز اگه تو میگم جافتن داشت که باز مرچ خالص برش میاد. این صاف مرچ. تون خورا زیاد است. تون خورا زیاد است. باز این که چکنی است باز جافتن نیست.
این بیشتر با این تنها سمبوسا چک و نیست. پکوره کاویا. پکوره سمبوسا یک است. چطور است روزهای ماه مبارک رمضان چطور خوب است شکر میگذره. خوب است. بد نیست. خوشایند است چون ماه برکت است. ما برکت است فهمیدی. خوب است دیگه. خوش شکر. در این ما باید چی کنیم چی کارهایی را انجام بدیم؟ حالا چیز کارهای خوب کنیم خوبتر است. زکات بدیم روزه بگیریم فهمیدی. دشنام نتیم یکی دیگه خدا. از اخلاق محمدی استفاده کنیم می‌بینیم چی است. از صبر و حوصله بیشتر. حوصله خو باید باشه. باید همه ما شما فقط یگانه چیز کس نام خدا الله فقط یگان چیزا را بانه میگیرن که میگه که روزه است. نه تاثیر روزه نیست یگان تا خودشم. خودش حساب خراب است. زنده باشید. بخیر باشید. تشکر از لطف کردید. سپاس. بخیر باشید. السلام علیکم. و علیکم السلام بعد خوب است انشالله. شکر فضل من خیرتی است شکر فضل خدا جان جور است خیرتی شکر کامات تو را خوش و سر حال میبینیم او مرد سلامت باشی خدا یارت نامک مقبول کاروبار خودت چی است دیجا اسم رفیع الله است کاروبار ما نمی مساله و مرچ و رنگ دی و نمی چیز است خب بنال دیگه آمدیم با خاطر نظمی که یک کمک رفیع جان کن معلومات بدی که کدام مساله ها بیشتر فروشات داره مساله ها خو همیش فروشات داره خو وقت که بود از پاکستان هم می آمد از هند هم می آمد حال فعلا که از کلش وطنی است دیگه کلش وطنی است باز این مساله که از میار رقم تهیه جور میشه برای قورمه و شوربه هم جور میشه برای سوپ هم جور میشه میاد رقم بگی ساخته میشه ازش از چند نوع شما میتونین فکر کو که یک مساله بریانی را شما جور کنین از چند نوع مواد تقریبا یک 16 17 رقم مکس میشه باز جور میشه 16 17 رقم مکس میشه این 16 17 رقم باز است در وطن ما و شما است این فعلا نمیجه است یک چند دانی از زمین نام بگین زیره است زرچوبه است مرچ سیاه است نمک چینایی است ذائقه است یاف چیز است بیشترم سوال اول می بود کدام مساله زیاد فروش داره مردم کدام مساله را زیاد میبرن مساله قورمه را زیاد میبره قورمه را از قورمه را از برنج یعنی چیزا را زیاد میبره چطور است با فروشات چطور است شکر است فضل یعنی تفاوت با روزای عادی با روز ماه مبارک رمضان چی است در فروشات خودت حال زیاد است حال زیاد است حال زیاد تغییرات آمده او وقتا روزانه 2-3 هزار دکان داریم اشتغال 1-4-5 هزار 6 هزار میشه شکر خب شکر خدا الحمدلله شکر خانه کجاست باز خانه کارتینو خب ماشاءالله دم کار بارت برکت سلامت باشی زنده و سلامت باشی بخیر باشه برای ما به خدا زنده باشی سپاس بخیر رو سر مسجد خیر استم سلام ماشی طبیعتون خدا شکر الحمدلله روزیت مبارک شی خیر است دم مبارک بی څنګه روزه خاطری جی والله الحمدلله د ګل پسند تریږي خا روزگار سره کم تیریږي والله خدای دومره گزاره کیږي دا تاسو تازه خرڅې کړه نو تازه او بل څه خرڅې مسواک مسواک خرڅو سره تاسو سور په خرڅې ده دا لا څلور 15 روپیا رتی لاس روپیا خرڅو ښه تاسو څو به 15 درشي پیرتی 15 روپیا څلور روپیا داتې خرڅو ماشاءالله دا سور په تاسو سره راځي مونږ ته 15 روپیا 15 روپیا دانه د سره دي تسبیح څنګه ده روزې میاشت څنګه ده والله الحمدلله که خوان کومه دیدار میاشت ده یو برکتی میاشت هم ده ډېره مزیداره میاشت ده ثوابونو میاشت ده پوه شوې په دې میاشت کې موږ ټول مسلمانان باید څه وکړو باید ذکر وکړو نفلونه وکړو لمونځونه او اودسونه ښه زیات وکړو او بل څه به وکړو بس خو چې تهجد لمونځونه نور ډېر خیراتونه ثوابونه همداره کم کنه بالکل مننه وروره خیر قربان تشکر مننه ژوندی اوسئ اعضای برنامه ماشاءالله شهر با ازدحامی که داره احساس میکنی که البته فردا یا پس فردا بخیر عید است خداوند انشاءالله و رحمان این در این بیروبارکا و در این تجمعی که در بازار است همیشه و همواره داشته باشه. چطور هستین شما؟
خوب است. خوب است انشالله. زنده باشی. صحتمند هستین. بخیر باشی. مبارک باشه با خودتان همچنان. این ماه پرفضیلت رمضان. با کل مون مسلمان مبارک باشه. بیشک. چی کار میکنی خودت؟ چی کاروبار است از خودت؟ کراچی است. کراچی است. کراچی است. خب روز چند خودت کار میکنی؟ 1.5 ساعت 2 ساعت از یکی میشه بالا نمیشه. با چطور است ماه مبارک رمضان؟ کارا زیاد میباشه؟ کار زیاد است. یک ماه خیر است دیگه. یکم تا خدا خیرش بده که میته خانه شو آباد که در و می یاده یک جای کراچی بار می باشه در سر کراچی یک چیز را میمانه میرم تو سر آدم خوبات می باشه خداوند قبول کنم تا آدم ها را که این فقط هم تو میایه و بخبر یک چیز خدا یک کمک خدا میکنه و میره دیگه. در سر کراچی میمانه بار می باشه میرم دیگه سیل هم نمیکنه. نامه چی است؟ برادرگل. برادرگل از کدام ولایت هستی؟ ولایت کاپیسا. خودت خالام در کاپیسا است یا که در همینجا زندگی میکنی؟ پول آرتن هستیم. خود این منطقه نزدیک است؟ نزدیک هستیم. خب خانه باز چطور است؟ شخصی است؟ کرایی است؟ کرایی است. چند کرا میتی خودت؟ 2000. 2000. بازی در روز 1.5 ساعت 2 ساعت خودت کار میکنی مبرایه؟ خدا مهربان است. با کمش آدم که شکر کشید خدا زیاد هم میده. بیشک. ما در این ماه مبارک رمضان چون همه ما الحمدلله شکر مسلمان هستیم چی کارهایی را باید انجام بدیم که باعث خوشی پروردگار قرار بگیره؟ کار خیر بسیار پیش است. مثلا چی؟ این در شام شد یک خورما را به یک نفر همونجا به جنجال باشه بعد بده در روزه را افطار یعنی نظر به موسع توان هر شخص هر چی که باشه این نه که 5 میلیون میکشم یا 10 میلیون میکشم 100 روپیه بس تو دل. عالی زنده باشی. بخیر. چی پیام داری خودت؟ چی گفتنی داری؟ از ما دیگه هیچ دیگه برای مردم کمیال میبینن وطن دارایی روزدارا را خدا دیگه هم قوت بده ایشان هم کسی که میخوره خدا او را هم هدایت بکنه که روزه خدا نخوره. فقط متوجه نمی باشن که باید پند بر ما شود این ماه مبارک. این یک دار نیست که بسته کنیم روزه هستیم. چشم هم روزه است، دان هم روزه است، پای هم روزه است، کل چیز ما روزه است. یک دار برای که خدا آدم میگیره. زنده باشی بخیر باشی. تشکر. زنده باشی. زنده و سلامت باشی. دوستای عزیز واقعا پیامشان زیبا است چون ما هم برنامه ما که اختصاص یافته روی نمی است که ما در ماه مبارک رمضان چی کارهایی را باید انجام بدیم و از کدام کارها همه ما و شما باید اجتناب کنیم چون این ماه مبارک رمضان ماه است که بر ما و شما صبر، بردباری را، فداکاری را، خیر، برکت همیشه بر ما و شما می آموزانه. دوستای عزیز علاقمندان خوب برنامه رسیدیم به پایان برنامه رمضانی امروز ما. امید که طاعات و عبادات شما به درگاه حق قبول باشد دوستای عزیز و برنامه ما طرف توجه و همراهیتان قرار گرفته باشد تا تقدیم برنامه آینده که باز هم انشاءالله در خدمت قرار میگیریم. هر یک تانه به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم. خداوند یار و یاورتان.